سلام به همراهان صفحه دنیای سبز من. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره که چند تا از گیاهانی که خونه شما رو زیبا، شیک و لوکس نشون میدن رو بهتون معرفی بکنم. اولیش اسمش کالاتیا هستش که برگ‌های با نقش و نگارهای طبیعی، برگ‌های پهنی داره. به رنگ‌های سبز تیره یا بنفش هم وجود داره. برای فضاهای هنری و مینیمال ایدئال هست. بعدیش آگلونمای قرمزه که برگاش قرمز هست، لبه های اون به رنگ سبزه. یکی از شیکترین و کم دردسرترین گیاهانه. بعدی ایزاموفیلیای بلکه که برگ‌های براق، تیره و خاصی داره که فوق‌العاده بر دکورهای مدرن یا مینیمال به کار میاد و زیباست. بعدیش پپرومیا هست که برگ‌های شبیه هندوانه داره، براق، جمع جوره و خیلی خاصه. و گیاه آخر فیلودندرون صورتیه، یکی از گیاهان کمیاب با برگ‌های سبز و صورتی مرمریه که خیلی‌ها فقط برای کلکسیونشون میخرن. امیدوارم که این ویدیو اگر به کارتون میاد و دوستش داشتین از من حمایت کنین و کانال من رو سابسکرایب کنین.